اگه غذا یزدی خشدونه بفرمایید. برید. خب آقا ما امروز نشسته بودیم داشتیم ادیت میزدیم، دایی زنگ زد گفت شولی میخوام برات بیارم و اوورد. گفتیم چی بهتر از این که ما خوراکی‌های کوما رو تست کنیم. اولش با شولی همین فرصت شروع شد. آره. خب دایی جان این شولی چیه؟ شولی چغندر. شولی چغندر. البته او شولی شلغم خورده. اونا شلغم خوردن. شولی چغندر خوشمزه تره. معروف دارم. یعنی شلغم برای زمستونه، این برای تابستونه. زمستونه تابستونه داره شولیامو. کلا ما زمستون تو تابستونه غذا یزدی داریم. خب یه چیز دیگه هم شنیدم شولی اوپروگ میگن. سیزن نو شولی داره. جدی؟ ولی معروف ترینش و خوشمزه ترینش این شولی چغندره. فوق‌العاده خوشمزه هم و پر از خواصه. یه جورایی میگن که یزد به خاطر حالا نزدیک بودن به معادن و خلاصه آلودگیایی که داره مردمش بسیار خوبه که یک ماده مغذی همیشه بخورن که دفع کنه. بهترینش حالا مثلا از 100 ها سال پیش، یعنی قبل 400 500 ساله داره این همین شولیه. یعنی انواع اقسام سبزیجات تو نمیخوری؟ سرکه لذت ببره. با سرد شد من 3 ساعت دارم لذت میبرم. این چغندره ها. خوبه. فوق‌العاده. بی‌نظیره. تو خونه بشی تنبوی از این پاد باشه و لمن بیدی و بی‌نظیره. حالا بعضی‌ها با شکر دوست دارن بخورن، شیرینش بیشتر میکنن. بعضی‌ها میکنن. آره بعضی‌ها با سرکه، بعضی‌ها دوست دارن ترش در بشه. با روغن هم میزنن. آره. با سرکه که آره با من بودم با سرکه بیشتر دوست دارم. حالا هم دقیقاً همین. خب دایی تا اینجا هستیم پر غذای دیگه هم سفارش بدیم ها. اسنپ سفارش بزنیم خاموش شدی حسن که تست کنیم آقا غذایی که بریم قیمه یزدی اینا رو سفارش بدیم. به آقا اسنپ اومد و آنباکس کنیم. مثل اینکه آنباکس آقا چیز قلیه کدو و چی رو پیدا نکردیم بگو. خورش سیب و خورش سیب رو تو اسنپ پیدا نکردیم. حالا فردا که میریم برای ادامه ماجرا ببینیم پیدا میکنیم یا نه. حتی به امتیازی. بله سفره خود نداریم و دایی جا همینجا بریم دیگه. آره اوه تدیکش خوب است. تدیکش زیرشه. تدیک مطمئنی داره. بعید میدونم نکنم باشه. خب دایی جا خب که نکته مهمش اینه که قیمه یزدی نباسی با این قاشق پا بخورم. با چی بخورم؟ مرد قاشق بی زحمت. قاشق پنس نمک فلفل اینا خود نمیخوان. چکریم. خب آقا بریم قیمه نه آبگوش میده دایی. خب چه من من اصلا گوش زیاد دوست ندارم. یعنی الان فقط این نخوداشو میخورم. نخود داره بخور. چشم. خب دایی جان دوست داری نه بیا بایستی بخوری تا اختلاف شه بفهمیم. تفاوت داره نسبت به بقیه قیمه. از آبگوش میده دایی. من گوشتاخو کلا برای شما من نمیخورم. خب آقا من قیمه چی ترونیه اون نمیدونم قیمه چی رو بیشتر پسندم واقعا. جد میگی؟ آقا من گوشت دوست ندارم. این بین آبگوشته. مزه گوشت میده همش. قیمه یزدی معمولا گوشت فراوون داره. بله داریم میبینیم. به جا نخود نخود میارن اولو کار آب میندازن فکر کنم بهش میپزن یه حالتیه که مثلا خود معروف بهش میگن دو لپه میشه. دو لپه. آره نخودو دو لپه میکنن. آره نخود کامله. بخاطر همین که آب میندازن چیز شکلش به هم نمیخوره. مثلا دیگه قیمه معمولی یا نوازیاش میفهمم. و سیب زمینی نداره. سیب زمینی هم نداره. و سیب زمینی خیلی خوبه. جیجی مثلا قیمه دیگه روغن زیاد بهش میکنن. این مثلا روغنش کمه. رو به گوجه خیلی کم داره.
لیمو امانی اونو معمولا نداره، زمینی هم نداره. درسته. ولی به جاش مثلا پودر گل بعضیا میکنن، دارچین میکنن، ادویه‌ای خود مزه دارچین آره. ولی فهم تو قیمت تهرونی هم دارچین میزنن دیگه. مشکل است تو که گوشت دوست نمیداری. ولی شما بازی بخورید تا اختلاف باید اینو بخورید، یعنی خورشی باید بخورید. ما بقیه رو میریم فردا ماگوت و کیکیازی رو میزنیم. تو خود دوست داشتی؟ آره برای شما قلیه کدو اینا ان شاءالله که پیدا میکنیم. خیلی خوب بریم برای بعدی. ما دایی گفتیم کومانینا کیکیازی و قطاب رو تست کرده، ما رو برده کارگاه منبع، یعنی تازه تر از این ندیدم و خیلی خوشحالم که کوروش از کیکیازی بازهای قهاره و میدونست کیکیازی واقعی اینه، نه اونا که این کاغذ داره. و گفت تفاوتش چیه؟ روغن حیوانی داره و هل داره، اونا نداره. روغن حیوانی فقط بافتش رو ببینید ببخشید دیگه خیلی نرمه. بعد یه شبکه کردم و خیلی خوش میاد. بافت اینا داره. پسته رو داری؟ دایی؟ یه شبکه کردم اونا بدون چای خوردن. یکی از یه بابا چایی بخوری. آره به مردم میگه است که تو گرمای 80 درجه چای میخوام. خنک شدم. یه داغش عالی. از دیگه چند بدیم 15. واقعا خیلی خوبه. چطور میکنی داغه؟ خب قطاب هم میرسیم به قطاب. این پودر قنداش هل ریختن. چقدر هل ریخت. و قطاب هم یه سری هم بدون ایناش میخورن خالی خالی. نه توش ببینیم توش موزه این عالیه. خیلی خوبه. این بیشتر با چای میترسه. من دیگه تو شیرینی مخلوطایی که درست میکنن اولین چیزی که تموم میشه قطابه. همه قطاب برمیدن. من سوچه 2 تا بیشتر نمیبردی ها الان میخواستم. الان اینجا شیرینی شهرزاده تو بلوار دشتی. بیاین شیرینی تازه بخورید. عالیه. کیکت نمیخوری؟ ایوه تو خودی بریم بعدی. توی کومان فقط ماگوت رو تست کردم. ماگوت زعفرونی رو تست کردم. اصلا ماگوتی که اونو داشتن خیلی صفر و شله زرد جدا از اینکه اصلا نحوه خوردن ماگوت تو کاسه کباره. آفرین بهش میگن کاسه چینی کباره. نه کاسه کباره. فالوده رو داشت برای خوده. آره. آقا ما 2 تا گرفتیم. همین فالوده یزدی هم ماگوت. داستان از این قراره که ماگوت برای زمستونه، فالوده برای تابستون. دسر رو اونا زمستونه تابستون. بله جدا. بعد درستش اینه که آقا ماگوتو
رو شیره میریزن. شیره نمیدونست چیه کوروش. شیره چیه؟ شیره نباته درسته؟ اون چیز این شیره نباته؟ شیره نبات دارم بده شیره همون شیره قند داره اینو آبش میکنن و نبات یا قندو بهش که خاصی داره گلاب و این فالوده تخم شربتی تخمی و بالاخره این چیزا هم توشه. و درستش اینه که آقا شیره رو روی ماغوت میریزن و اینطور تکه تکش میکنن. روش داره الکی که نیست. به این نه ما تکه تکه شیره در همه جاش بره. اینجا رو بگیر باشتا. بی نظیره دایی. بی نظیر محشر کبرا. خب خیلی خوش از است. ما خود پالو دیده این مشکلت ندارم دیگه کلا میکنید شو خیلی باید هم بزنم اون شیره زیرشه قشنگ هم بزنم. نکته ای که داره اینه که خشش اینه که به پالوی مایزیا خوش بکشی جامعه پر این حجبه بخوریم چیه اون کوچولو بابا؟ کسی تو حالا دماغ کوتا تو بوش قاب سیرت نکده ایشون بعد اینقدر صرف بود میون شله. خلاصه ماغوت اصلی اینه. تو ترجیح فالوده یزدی یا شیرازی؟ یزدی. من فقط یه چیزو نفهمیدم تفاوت فالوده یزدی و فالوده کرمونی چیه؟ خوردی فالوده کرمونی؟ اون شیره اصله بعد تلخ مزه هست ها. بکنم فالوده کرمونی چیه؟ دوندونه همچه حالتیه. نمیدونم تفاوت دیگه ای داره یا نه. بچه ها کرمون کامنت بذارن. بعد دوستان فالوده یزدی فالوده کرمونی داریم و فالوده شیرازی. فالوده کرمونی به صبر رسیده، فالوده یزدی هم به صبر رسیده، فالوده شیرازی هم به صبر رسیده باشه. خب ما متاسفانه توی رستوران های یزد جایی پیدا نکردیم که قلی کدو و خورش سیب رو پیدا نکردیم. و کامنت های کومان اگه نگاه بکنی اصلا خیلی نگاه که مثلا خورش سیب ندیدیم نمیدونم. حالا این که واقعا حالا یزدیانه تقدیرش در میاره. ایشالله این ویدیو اگه لایک و کامنت خوبی بخوره ما یه برنامه آشپزی قلی کدو و خورش سیب خودمون میذاریم. خلاصه اگه کدو رو داریم با خانواده مثلا سنتی خودمون درست میکنیم. ولی خورش سیب و شهرستان های یزد دارم معمولا میبود شنیدم مثلا خورش سیب داره. خودمون درست میکنیم. این ویدیو رو اگه کومان ببینه درستش میکنیم شک نکنه. درستش اینه. اینطوری باید بخوری صدا هم باید بزنم. بدون صدا فایده نداره. میلادن نگاه نکنم. اینجا شیر حسین میرسی دیگه. همه فکر کنم شیر حسین رو بشناسن دیگه. این شیر حسین کلا مثلا شیرینی فروشی هایی از حاجی خلیفه رهبر، حاجی خلیفه فلانی، به غیر از محمدش حالی فروشی هایی از همشون شیر حسین، شیر عباس، شیر رضا. ماغوت میخوای؟ قاشق چیزشه بفهم. نه بینه که تست بکنی ولی من فهمیدیم. آره. و اینک فالوده نه کفتار. این خیلی کم شیرین تره. این خیلی شیرین تره آجی. بده؟ باره. نه خدا. یا هم نزدی یا شیرین تره نیمه؟ تو هم نزدی. داریم چند تا لایک بخوریم بریم شهرهای دیگرش هم تست کنیم. چند تا لایک راضی هستی؟ I don't know. آقا درستش اینطوریه. من بیشتر ماغوت رو هستم دایی. چه دیگه؟ تو فالوده هستی واقعا؟ حوض من باید تو رو میکنم. داشت خیلی مهمه حرف اوله. بله قاشقا رو حتی ما نمره نمیدیم ولی خب از نظر شیرینی من خب قیمی ازی رو زیاد دوست داشتم. از نظر شیرینی کلا یزد حرف اول رو تو ایران میزنه. قبول داری؟ ما خیلی شیرینی هنو مونده میگیریم 100%. داده اونجا کیک رو فقط کیک و قطاب در حالی که مثلا با اصل قضیه باقلا لوز و خودم منقا ما منقا آره اون مقنیه حرفی سخنیه. دوستتون دارم لایک
به قول ایمان بای بای.